الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را و عرفه ماه شریف رمضان را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند منان مسئلت آن را دارم که پروردگار غیرت و شجاعت و جوانمردی و حمیت اسلامی و ایمانی ما را تحریک کند تا در مدت یک ماه شریف رمضان عبادت خداوند را به طریق باید شاید انجام داده به جوار رحمت حق سبحانه و تعالی واصل گردیم. زیرا این ماه نزول رحمت خداست، ماه مغفرت است، ماه طاعت عبادت بندگان است، ماه است که به امر پروردگار درهای جنت بر روی بندگان باز می‌گردد، ماهی که با امر خداوند درهای دوزخ بسته می‌شوند، ماهی که شیطان‌ها زنجیر پیچ زنجیر بند می‌گردند تا اینکه به بندگان مؤمن آسیب نرسانند، ماهی که خداوند از بندگان خویش خشنود می‌گردد، ماهی که توسط عبادت در این ماه بنده میتواند به جنت المأوا به دیدار حق واصل گردد. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و پیروزی بر پیر و جوان آمد، دلها ز فرح سرشار کامد مه استغفار، آزادی ز سوز نار بر خرد و کلان آمد. این ماه صفا باشد، هم ماه دعا باشد، جان و دل ما باشد چون جان جهان آمد. فرض است عزیز من این روزه به مرد و زن، هم قوت جسم و تن هم راحت جان آمد. از فیض تراویحش از سبحه و تسبیحش گویی به مشام ما بوی ز جنان آمد. حقیقتا اگر در این ماه عبادت خدا را به طور باید شاید انجام داده توانیم، انشاءالله بوی جنت استشمام میکنیم. پس انشاءالله از همین هفته شروع میکنیم با بیان ماه شریف رمضان، از فضیلت شروع میکنیم، بعد به فرایض و امثال آن، و کوشش میکنیم که در یک ماه رمضان فقط صحبت از روزه و رمضان، فضیلت رمضان، احکام آن، شکنندگان روزه، عملهایی که روزه بنده را مکروه میسازند یک یک برای شما بیان کنیم. الحال میخواهم به سمع شما حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را که با نام حدیث شعبانیه معروف و مشهور است و راوی آن حضرت سلمان فارس است تقدیم سازم. حدیثی که بسیار بسیار مفصل است، حدیثی که آن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چنین روز از روزها گفته است، در روز آخران ماه شعبان. حدیثی که آن حدیث را ابن خزیمه در صحیح خویش و امام بیهقی و دیگر از محدثان روایت نمودند. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخر یوم من شعبان. از سلمان فارسی رضی الله عنه که یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که پیغمبر محبوب حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم
در روز آخران ماه شعبان از برای ما یک خطبه بلیغی خواند، یک وضع نصیحت برای ما بیان ساخت. خب در ابتدا حدیث پره بیان میکنیم، بعد انشاءالله به شرح توضیحش میپردازیم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم مبارک. گفت ای مردم، ای مردم مسلمان، خوشا به حال تو، خدای بزرگ در بالای شما یک ماهی به نهایت بزرگ و مبارک را سایه افکن نمود. درهای شما را ماه میکوبد که شرافت و عظمت بزرگیش پیش خدا به نهایت بلند است. قد اضلکم شهر عظیم مبارک فیه لیلة خیر من الف شهر. در این ماه بزرگ، خود ماه بزرگ است، اما شب دارد که طاعت و عبادت در این شب برابر می باشد به 1000 ماه طاعت و عبادت در غیر این شب. جعل الله صیام نهاره فریدة و قیام لیله تطوعا. ماهی که خداوند متعال قیام روزهای آن را، روزه داشتن روزهای آن را از برای امت اسلامی فرض گردانده است و قیام شبهایش را، به شب طاعت عبادت خدا کردن را، نمازی به شب خواندن را، خواه او نمازی تراویح باشد، خواه نمازی تهجد باشد، تطوع قرار داده است از عبادات نافله که به واسطه آن خداوند نقصانهای فریضه را کامل می سازد. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه. حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد که در این ماه شریف هر کسی یک عمل زایدتی میکند، یک عبادت نافله انجام میدهد، از روی ثواب آنچنان است که یک فریضه را در غیر رمضان انجام داده باشد. نماز نافله که در ماه شریف رمضان خوانده می شود، اجر ثوابش برابر است با نماز فرضی. تصور کنه که اگر در ماه شریف رمضان 2 رکعت نماز نفل بخونی، ثواب فرض بامداد در میابی. و من ادى فیه فریضة کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. و هر جوان مرد که در این ماه شریف فرض از فرایض خدا را انجام میدهد، یک فریضه پروردگار را به اتمام میرساند، از روی ثواب آنچنان است که 70 فریضه را در غیر رمضان انجام داده باشد. حال انشاءالله همه ای را به شرح توضیح میگوییم. من گفتم که در ابتدا حدیث از اول تا آخر بیان میکنیم، بعد به شرح توضیحش میپردازیم. و هو الشهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این ماه صبر است، پاداش و سزای صبر جنت است. خداوند از برای صابران جنت المأوا را مثل یک عروس آراسته کرده است. این ماه صبر است و پاداش صبر جنت است. و هو شهر المواسات. و این شهر احسان و نکویی کردن است. این شهر خیرات است. و هو شهر یزاد فیه رزق المؤمن. ماه شریف رمضان ماه است که در این ماه خداوند رزق و روزی مؤمنان را زیاد میکند، وسیع میگرداند.
من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه و عتقا لرقبته من النار و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء. هر کس در این ماه شریف یک روزدار را به افطار ضیافت میکناند، از برای یک روزدار طعام آماده میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است دارای سه هدیه و تحفه میگردد. اولا به مغفرت به رحمت خداوند نائل میگردد، ثانیا گردن او از آتش دوزخ، از زولانه هایی که در دوزخ شخصان سرکش، شخصان عاصی را انتظار هستند نجات مییابد. خداوند آتش دوزخ بر بدنش حرام میگرداند. و نهایت سوم فضیلتی که در عوض آنمو یک افطار داده می شود از جانب پروردگار آن است که خداوند به شخص افطار دهنده همو اجر ثوابی را که بر روزدار داده است در عوض روزش عطا میکند. مردی اگر 30 آدم طعام داد، تصور کنه که ثوابی 30 روزه روزدارا در نامه اعمالش ثبت میگردد. از حساب روزه روزدارا نه، از حساب او طعام تناول کنندگان نه. خداوند حق اونا را میرساند به اونا. این زایدتی است که با همون مقدار دیگر به بنده ای که از برای شخصهای روزدار طعام آماده میکند عطا کرده میشود. وقتی این سخن گفت، بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فقیر بدن، کم بغل بدن، خود محتاج طعام بدن، گفتن یا رسول الله لیس کلنا یفطر الصائم، لیس کلنا یجید ما یفطر الصائم علیه. ای پیغمبر خدا گفتن ما پول نداریم، اکثری ما کم بغل محتاج هستیم، ما از کجا میتونیم که طعام ضیافت تیار کنیم، دسترخوان نعمت آماده کنیم و بندگان خدا را دعوت کنیم تا اینکه طعام تناول کنند و صاحب فضل صاحب ثواب گردیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما علی تمره او علی شربت ماء او مذقت لبن. خداوند گفتن همین فضل ثواب را به شخصی که به یک برادر مسلمانش در هنگام افطار یک خرما داده است، یک دانه خرما، یا یک جرعه آبش داده است، مثلا یک پیاله آب به او دراز کرده است تا اینکه روزش بکشاید، یا جوانمردی که به خانه یک همسایش یک جرعه شیر فرستاده است که در سحور در اسری خرک همون را استعمال کند، خداوند همه اجر ثواب به او عطا میکند. بعضی برادرایی که در ماه شریف رمضان شنیدند این حدیث ها را، در مسجدها خرما میارن بین مردم تقسیم میکنن تا اینکه مردم روزه خودشان بکشایند، از همین حدیث ها و از این علم برخوردار شدیند. خداوند اجر ثوابشون بیشتر زایدتر گردوند. و هو شهر اوله الرحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ای مسلمانان، ماه شریف رمضان در بیابید، زیرا این ماه است که 10 روز اولی آن دهه رحمت مغفرت است. دهه رحمت خدا بالای بنده هاش نازل می شود. دهی ما بینش دهی مغفرت است و نهایت دهی سومش دهی آزادی از آتش دوزخ، دهی نجات از عذاب عقوبت دوزخ. واستکثروا فیه من 4 خصال. پیغمبر گفت پس در این ماه بزرگ 4 عمل زیاد کنید، 4 خصلت باید داشته باشید. خصلتین تردون بهما ربکم و خصلتین لا غنا بکم عنهما. 2
عمل‌هایی است که با واسطه آنها شما رضای خدا را به دست میارید، خداوند از خود خشنود میگردانید. و دو عمل دیگرش عمل‌هایی هستند که خودی شما احتیاج دارید، باید همون را به واسطه همیشه انجام دهید. فاما الخصلتان لتان ترضون بهما ربکم فشهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و تستغفرونه. آن دو خصلتی که باعث به دست آوردن خشنودی خدا میگردد. اولا کلمه شهادت از یاد ذکر کنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. جای سخنهای لغو و بیهوده گفتن، جای گپهای پوچ و به معنی دنیا گفتن، کلمه شهادت از یاد به زبان برانه تا اینکه خداوند از شما خشنود گردد. و دوم عملش از خدا طلب استغفار کنه، پیش خدا التجا کنه که خداوندا به شرافت این ماه بزرگ، به شرافت طاعات و عباداتی که در این ماه بزرگ از جانب من و از جانب برادران مسلمان من انجام داده می شود، گناههای ما را مغفرت کن، گناههای ما را بیامرز. و اما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله تعالی الجنه و تعوذون من النار. اما دو خصلتی که یعنی دو عملی که خود شما احتیاج به نهایت شدید به اونها دارید، از خدای بزرگ اولا طلب جنت کنه که پروردگار را به جنت ما را برسان، خداوند این جنتی را که آماده و مهیا کرده ای برای ما حرام نگردان. و از خدا پناه جوید از آتش دوزخ که خداوند از آتش جانسوز جهنم به شرافت این ماه بزرگ، به خاطر این طاعات و عبادات، به خاطر این کلمه شهادتی که من دائم ذکر میکنم مرا نجات ده. من سقا فیه صائما سقاه الله یوم القیامه من حوض فلا یظمأ بعدها حتی یدخل الجنه. باز در آخر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأکید فرمود، تأکید صدقات خیرات، گفت هر کسی که در این ماه بزرگ از برای یک مسلمان آب میدهد، مسلمان را با آب تأمین میکند، خداوند او را از حوض من، از حوض کوثر فردا روز قیامت سیراب میسازد که هرگز دیگر تشنه نمیموند تا زمانی که داخل جنت شود. این بود همون حدیث شعبانیه که ابن خزیمه و امام بیهقی و بعضی دیگر از محدثین بزرگ اسلامی آن را با اسناد حسن روایت کردند. اکنون انشاءالله اگر خدا امکان دهد مقدار لازمش با شرح توضیح به سمع شما میرسونیم. حالا انشاءالله 4-5 هفته در اختیار داریم، اگر مفصلا صحبت کنیم نور علی نور خواهد بود. ببینید حضرت سلمان فارسی میگوید خطبه خوان بر ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم، موعظه ما کرد قبل از او که ماه شریف رمضان وارد گردد، یک روز پیش از شروع روزه. پس برادرای عزیز، آنانی که مسئول هستید، آنانی که امامهای مسجد هستید، آن برادرانی که در مسجد مثلا به حیث شاید مدرس تعلیم دهنده عمل میکنید، فرصت را غنیمت دانید. زمان امر به معروف و نهی از منکر رسید. هر کسی که در رمضان از امر به معروف و نهی از منکر اگر چیزی را میداند و خاموش میشود گناهکار میشود. حکم شخصی را میماند که از علم سوال کرده شود و علم پنهان دارد. من سئل عن علم فکتمه الجمه الله تعالی یوم القیامه بلجام من النار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی را از علم سوال کردند و او علم پنهان داشت، خداوند امر میکند که در دهانش لجام از آتش زنند.
چرا این سخن من میگم؟ زیرا بعضی برادرای هستن که علم دارن، دانش دارن، اما از امر به معروف حتی از امامتی میگریزن. نمیدونم از چی ترس داشته باشن. یک چند نفر طالب علم ما نیز داریم، بچه‌هایی که در انستیتوت اسلامی تعلیم میگیرن، بچه‌هایی که ارزنده و سزاوار هستند. ببینید که در انستیتوت اسلامی برای آنکه خطیب ها آماده شوند درس مخصوص موعظه تشکیل کردند. ما را دعوت کردند. الحمدلله سال گذشته بچه‌ها را تعلیم هم دادیم. اما در همینجا منبر از براش آماده و مهیا کرده ایم که بعضا با مردم صحبت کنه. حتی براش ساعت ها تقسیم کردیم که با نوبت صحبت کنید. پناه به خدا میگریزن. چی بسا کسا هستن که آرزو دارن که در بالای منبر بروین خداوند علم شو دهد، سخن چند به مردم وعظ اندرز گویند، اما این برادران میگریزن. زینهار این رفتار بسیار رفتار نوجوان مردانه است. امروز ملت اسلامی ما احتیاج به پند نصیحت ها دارد. تا زمانی که در میان این مردم بابام ایخیل گفت، مامام ایخیل گفت، فلان و بسمدان است، از همی دانسته می شود که علم کم است، از علم برخوردار نیستیم. تا به هنوز مردم احتیاجی به امر به معروف و نهی از منکر دارن. هر کسی سرپیچی میکنه وای به حالش. ببینه پیغمبر در آخران روز شعبان قبل از او که ماه شریف رمضان در آید مردم جمع آورد و برایشان خطبه خواند و حکم رمضان براشان مفصلا بیان کرد، آنچنانی که در حدیث روایت کردیم. در بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی زینک خواهی و پند، زود باشد که خیره سر بینی بد پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدم حدیث دانشمند. شیخ سعدی میگه اگر میدانی که گپ تا گوشم نمیکنم بگو. حتی اگر به گپت گوشم که ندادن گپ زن. اگر علم داری، سواد داری، چیزی را از شریعت میدانی به مردم برسان، به شرطی که بدانی. هوایی افسانه نگویی، مردم در جهالت بیشتر اگر ندراری. زود باشد که خیره سر بینی. بعید نیست که همون خیره سرایی را که از امر معروف میگرفتن یا میگفتن تو چی حق داری که امر به معروف میکنی؟ به حکم خداوندی یک چند روز پیش در یک مسجد مهمان شدیم. یک جوان مرد خدا نگهبانش باشه مسجد درست کرده است. مسجدی آزاده کار کلان، کشایش مسجد تشکیل کرد. خب در مسجد رفتیم، مردم تشنه صحبت هستند. از 2 ساعت گمان میکنم زیادتر صحبت رفت. وقتی که یک شخص بسیار متصدی، شخصی که مسئول امر به معروف و نهی از منکر است، شخصی که هم در دنیا از او پرسیده می شود هم در قیامت، آمد امام های مسجد در طرز تعلقه غلطیدن که حالی ما را سیاست میکنن. شما امر معروف تشکیل کردید، شما بلنگویک آوردید، شما یک ملای بیگانه را آوردید. سبحان الله، از کی باز تاجیک برای تاجیک بیگانه شده است؟ از کی عالم اسلامی برای مسلمان ها بیگانه شده است؟ من حیران میشم که این تقسیمات از کجا گرفتین؟ ملای بیگانه شده میتونه؟ مرگی ما که اگر تا به حال عقیده مو چنین باشد. ما گفتیم شما نترسید، ما را خوب میشناسن انشاءالله. گفتن دملخت شاید خوب بشناسن، چی نگن که قوری ما را بد میکنن. قسم به خدا از منبر پیغمبر سوگند یاد کرده استم، همه طایفه مردم در پیش خدا جوابگو و مسئولن. زود باشد که خیره سر بینی بد پای افتاده اندر بند. این خیره سرها را میبینیم که وقتی که در پاهاشو زولانه زدن،
وقتی که از موهای سرشو کشان به دوزخ بردن، دیگر چیزی به درد شو نمیخوره، دیگر پشیمانی به اونا سود نمیبخشد. دست بر دست میزند که دریغ نشنیدم حدیثی دانشمند. پس باید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم گیریم. باز تأکید میکنم اسلام یک راهی منفرشی تازه و آزاده نیست. اگر یک راهی راست روان میشید و جیب سوار در اون میرفتی، همه دعوای پیشوایی میکرد، همه دعوای امامتی میکرد. اما این راه کج کلیبی ها دارد، ناهمواری ها دارد، مشکلی ها دارد، پاهات کوفته می شود، رنج و آزار میبینی، از بعض نوجوان مردا سخنهای قبیح و ناسزا میشنوی. مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب نکشید؟ مگر پاهاش خونشار نکردن؟ مگر گریبانش بوغی نکردن در وقتی نماز خواندن در دستی خانه خدا؟ مگر بزرگای ما به عذاب و مشقت ها این اسلام عزیز در کفهای دست مثل آتش پاره از برای ما محافظت نکردن، برای ما نرساندن؟ همین دامله های جوان مرد نازنین تاجیکستان ما در زمان شوروی که اصلا قطعیاً من بود پند نصیحت اسلامی دینی در نزد مردم تربیه نکردن، شاگردها تربیه و آماده نکردن. امروز ما مسئولیم، باید کاری او جوان مردا را ادامه دهیم. اگر چنده که ملامت در سر مو میریزد، اگر چنده بعضا تهدیدها میشنویم، اگر چنده که بعض نوجوان مردها ناتراشیده و ناخراشیده از پشت گپ میزنن. چرا نوجوان مرد میگم؟ برای غیرت ندارن، رو برو ایستند، از پشت گپ میزنن. اما ما مسئولیم. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خداوند امر فرموده است البته در میان شما ای امت اسلامی، ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، باید طایفه باشند، گروهی باشند که امر به معروف کنند، نهی از منکر کنند، مردم به سوی خیر دعوت کنند. این است حکم شریعتی قرار. پس امر به معروف و نهی از منکر باید در ماه شریف رمضان زیادتر کرده شود. انشاءالله در مدت یک ماه شریف رمضان من کوشش میکنم که معرکه گردی را کمتر کنیم. خیلی کسایی که پیشتر علاقه سپارش کردین نامنویس شدین اونا را علاج ندارم، اما دیگر وقتها را کوشش میکنیم کمتر بگیریم و قبل از شروع شدن تراویح هر روز در این مسجد ما که الحمدلله مسجد دعوت است، سنگر مبارزه بر ضد شرک و کفر است، امر به معروف تشکیل کرده می شود. خواه من خودم باشم، خواه در نبودنم داملا ابراهیم، الحمدلله که این مسجد به امر به معروف هرگز نبود و نخواهد بود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر روایت سلمان فارسی در روز آخر شعبان یک روز قبل از رمضان یک خطبه بلیغی خواندند و حضرت فرمودند یا ایها الناس، ای مردم شریف، ای جوان مردان، ای بندگان خدا، قد اضلکم شهر عظیم مبارک، در بالای سر شما یک ماه بسیار بزرگ، یک ماه مبارک پرتوافکن شده است. خوش به حالتون، استقبالش کنید، درهای خانه را بروش باز کنید. ماه بسیار ماه بزرگ است، عظیم است، واقعا عظیم و بزرگ است. بزرگیش به حد است که قرآن عظیم شان در این ماه شریف نازل شده است. اگر دیگر فضیلت بزرگی های رمضان را یک سو گذاریم، فقط همین که قرآن عظیم شان در ماه شریف رمضان نازل شده است
این را ذکر کنیم قسم به خدا کافی است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. خداوند متعال در قرآن عظیم شان ماه شریف رمضان را توصیف میکند. ماه رمضان میگوید شهر رمضان، رمضان خالی نه. در یک حدیث ضعیف آمده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تقولوا رمضان، ای مسلمانان شما رمضان نگویید، نام رمضان را به شکست نگیرید، ولکن قولوا شهر رمضان، شما از خداوند عبرت بگیرید، شما گوید ماه رمضان، شهر رمضان. این رمضان خالی نیست، این شهر رمضان است. خداوند شهر رمضانش گفته است. شهر رمضانه که در این ماه بزرگ قرآن نازل گشته است، قرآن عظیم شأن نازل گشته است، قرآنی که راه هدایت از برای بندگان خدا نشان داد، قرآنی که نجات بنی بشر است، قرآنی که یا حجت ما می شود فردا روز قیامت یا بر ضد ما حجت می گردد. پس در این ماه که ماه قرآن است تلاوت قرآن باید زیادتر کرده شود. در این ماه کوشش کنید در مساجد نماز خوانید که در اوج ختم قرآنی گذرانده می شود. من تعجب میکنم از قوم هایی که 2 تراویح تشکیل میکنن در یک مسجد. عیب شرمندگی است. اول یک تراویح 35 دقیقه نمیگذرونن، بعد میگن که ختم قرآن کسی که خواهشمند است بیسته، یک مسجد پر نمیشود. عیب نیست؟ اگر همه جوان مردانه هر روز یک پوره از قرآن میگذراندن به همون نوعی که با ابی ابن کعب رضی الله عنه و دیگران توصیه کرد، نور علی نور میشد. دیگر این قرآن گریزان جا نمیافتن، فاسقا در هیچ جا دیگر سوره الم تر کیف نمیافتن، مجبور میشدن در مسجد بیاین همه ختم قرآن بگذرونن. و ختم قرآن در رمضان گذراندن سنت است، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او است. شما میفهمید قیام رمضان وقتی میگن قیام شبهای رمضان است، یعنی ختم قرآن گذراندن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان در مسجد اعتکاف میشیشت، هر سال 10 روزی میشیشت، سال آخر حیاتش 20 روز شیشت، 20 روز. هر سال برای او حضرت جبرئیل 1 بار قرآن تکرار میکرد، میگذران قرآن در نزد حضرت جبرئیل حضرت صلی الله علیه و سلم میگذران. در سال آخر حیات 2 بار قرآن از نزدش گذران. شما میفهمید که این قرآن چی است؟ قرآن آبروی ما است، قرآن عزت ما است، قرآن پیغام خداوند بزرگ ما به سوی ما و شماست، قرآن راهنمای بشریت است، قرآن دستورالعمل از برای عمل نمودن است. همه خیلی چیزی بزرگ در دست ما باشه و ما از قرآن بگریزیم، ما از تلاوت قرآن از ختم قرآن بگریزیم، از این دیگه عیب شرمندگی را تصور کرده نمیشه. این ماه نزول قرآن از خداش، در این ماه باید قرآن تولد قرائت کرده شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ریحها طیب و طعمها طیب. مثل مسلمانی که قرآن خوان است، در مجلس قرائت قرآن شرکت میکند، مثل اتروجه را میماند. اتروجه همین میوه های سیتروسوی، میوه های سیتروسی را اتروجه میگویند. مثلا اپلسین، مثل اپلسین میمونه که هم بوی خوش دارد، هم لذت خوش، طعم خوش دارد. شخصی اگر اپلسین خورده باشد تا چند مدت را دهانش، دستهاش
بوی خوش میدهند. انمو مؤمنی که قرآن خوان است، با قرآن معنوس است، همیشه از او همه بوی خوش میبروید. وقتی که او بو در آسمان برآمد، ملائکه ها به همو بو می آیند، در خانه های ما میدرویند، در مسجد های ما میدرویند. با مقدار ملائکه می آید که عدد اونا را غیر خدا کسی نمیدونه. گوش می اندازند، همراه ما در نماز شرکت میکنند و چون معصوم هستند، مکلف نیستند، اجر ثواب قرآن شنیدنش به ما و شما میبخشند. و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل تمر طعمها طیب و لیس لها ریح. اما مثل مؤمنی که قرآن نمیخواند، مؤمن است، مثل خرما را میماند که شیرین است اما بو نداره. خرما را دیده ای که بو نداره، شیرین است به لذت میخوریم بی بو. پس بو که نداشته باشد ملائکه ها از کجا بیایند؟ غیر کرام الکاتبینه که معمور هستند، در خانهش دیگه هیچ ملائکه ای نمیدرویند. و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة طعمها مر و ریحها طیب. مثل منافقی که قرآن میخواند. منافق شخصی را میگویند که به زبان اقراری به اسلام میکند اما در دل باور نداره. بدبخت متاسفانه در جامعه منافقا زیاد هستند، شکاک ها زیاد هستند. مثل مسلمانی که قرآن، مثل منافقی که قرآن میخواند، پیغمبر میگه مثل ریحانه میماند که بوی خوش دارد. بوی خوش همون قرآن است اما طعمش تلخ است، زیرا که ایمان ندارد، زیرا که منافق است. و مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظله طعمها مر ولا ریح لها. اما مثل منافقی که با از قرآن به بهره است، بدبخت، مثل خربزه سگک میمونه که هم تلخ است هم به بو، بو نداره، از همه محروم است. پس در این ماه باید تلاوت قرآن بیشتر و زیادتر شود، زیرا گفتیم که این ماه ماه نزول قرآنی است. ابن کثیر در تفسیر معروف خیش روایت میکند از ابن ابی حاتم که یکی از بزرگان اسلام عطیه ابن اسود از شاه مفسران حضرت عبدالله ابن عباس سوال میکنه که ابن عباس وجد فی قلب شک. ای پسر عباس، گفت در یک مسئله اندک به شک و شبهه افتادم. قوله سبحانه و تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و قوله تعالی انا انزلناه فی لیلة مبارکه و قوله سبحانه و تعالی انا انزلناه فی لیلة القدر. گفت خداوند در سه موضع نزول قرآن بیان کرده است. در قرآن میگه که ماه شریف رمضان که در این ماه ما قرآن نازل کردیم. باز در جای دیگر گفته است که ما قرآن در شب از شبهای مبارکه نازل کردیم. در یک جای دیگر فرموده است که ما قرآن در شب قدر نازل کردیم. و قد انزل فی شوال و ذی الحجه و ذی القعده و فی المحرم و صفر. آیاتش مثلا در ماه شوال نازل شده است، بعضیش در ماه ذوالقعده، بعضیش در ذوالحجه، بعضیش در ماه محرم. یعنی در مدت سالها قرآن نازل شده است. این چی معنا داره این سخن که خداوند قرآن در ماه رمضان نازل کرد؟ در جای دیگر میگه در شب مبارکه نازل کرد. حضرت عبدالله ابن عباس که شاه مفسرای قرآن است فرمود انه انزل فی رمضان
فی لیلة مبارکه فی لیلة القدر جملة واحدة من لوح المحفوظ الى السماء دنیا ای الى بیت المعمور. حقیقتا گفت قرآن با یک بارگی و یک جا در ماه شریف رمضان در یکی از شبهای مبارک این ماه که شب قدر است با یک جایگی یک باره از یعنی که همین 6236 آیه آن از لوح محفوظ به آسمان دنیا به بیت المعمور از جانب پروردگار نازل کرده شد. ثم انزل فی الشهور والایام ترتیلا. بعداً از آسمان دنیا حضرت جبرئیل امین به محمد صلی الله علیه و سلم روزها بعضا در هفته ها یک بار قرآن را آیه سوره نازل کرد. هیچ اشکال ندارد گفت، یعنی که قرآن دو نزول دارد، یکی نزولی یک مرتبه که از لوح محفوظ به آسمان دنیا بود، دویمش نزول تدریجی که در مدت 23 سال به محمد صلی الله علیه و سلم نازل گشت. باز تأکید میکنم برادرای عزیز، این قرآن دولتی بزرگ است که خدا به ما داده است. قرآن معجزه دائمی پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. ببینید دیگر پیغمبران معجزه های زیاد دارن، همه معجزه های زمانی بدن، به زمان خودشو خاص بدن. حضرت عیسی را ببینید مرده را زنده کرد. حضرت عیسی در طفلی در گهواره سخن گفت، اما ایو به همون زمان خودش خاص بدن، یک زمان بدن رفتن دیگه ما میخونیم نقلش مثلا از کتابا میخونیم. اما این معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابی که به این حضرت نازل شده است، این معجزه دائمی و همیشه است تا روز قیامت. این قرآن در میان مؤمنان است، دستورالعمل حیات است. و قبل از او که خدای تعالی قیامت گردان کند، قرآن از دنیا می بردارد که دیگه در خاطره و در حفظ کسی نمیموند، یگان ورق یگان صحیفش باقی نمیموند. بعد از او قیامت قایم می شود. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهن و پاپا شکست. حضرت علامه اقبال لاهوری که الحمدلله هم علم دینی دارد، هم علم دنیوی دارد، هم تربیه اسلامی دارد، هم تربیه اروپایی گرفته است، بیان میکند نقش قرآن تا در این عالم نشست از زمانی که خدای بزرگ قرآن عظیم شأن را از برای بندگانش، از برای امت محمد صلی الله علیه و سلم نازل فرمود. نقش های کاهن و پاپا شکست، تمام مکر دسیسه احبار یهود و روحانیان نصرانی همه شکسته شد. او تحریفاتی که در کتاب ها وارد کرده بودند برای بنده های خدا آشکار شدند. اندرو تدبیرهای غرب شرق، سرعتی اندیشه پیدا کن چو برق. در این قرآن بزرگ تمامی تدبیر غرب شرق هست، تمام علوم در این قرآن نهفته است و موجود است. تو پیداش که، تو جوان مردانه بکو پیداش که. جان به جان در رفت جان دیگر شود، جان چه دیگر شد جهان دیگر شود. این قرآن وقتی در جان بنده اثر کرد، وقتی که بنده را اهل قرآن کرد، او بنده البته دیگرگون می شود، تغییر می یابد. وقتی که بنده ها اشخاص افراد جدا جدای جامعه که تغییر یافتن، دنیا را دیگرگون میکنند، دنیا را اسلامی میکنند، دنیا را اصلاح میکنند. با مسلمان گفت جان در کف بینه، آنچه از حاجت فزون داری بیده.
مسلمان گفت که مسلمانی دعوای مسلمانی میکنی جان تا در کفت بگی این دنیا مکان مبارزه است، این دنیا مکان دعوت است، این دنیا مکان امتحان است. خدا ترا برای امتحان خلق کرده است. آنچه از حاجت فزون داری بده، از حاجت زیادتیت در راه اسلام صرف کن. الحمدلله در یک هفته اخیر ما شاهد کشاده شدن دو مسجد زیبا و نازنین گشتیم. یکیش کو قصه ش کردیم، یک تا دیگر هم هفته همین بگاه، یعنی دین بگاهی قبل از عصر و بعد از عصر مسجد ساختیان، چنان زیبا، چنان خوشبو، چنان همت گذاشتیان اهل هم مجلس که اهل مسجد که باور کنه مردم برای ساختن خانه هاشو همون قدر همت، همون قدر جوان مردی خرج نمیکنن. پس دعا میکنیم که خداوند او جوان مردایی را که برای تحکیم دین مبینی تا مسجد ها میسازند، مردم با جای نماز تأمین میکنن، مسجد هایی را که سنگر مبارزه بر ضد کفر و شرک هستند، مسجد هایی را که از آنها سخن خدا و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میگردد. پروردگار ناماشون در صفحه جوان مردان اسلام، آنانی که مجاهد راه حق هستند، در راه خدا جهاد نمودند، نوشته ساز و فردا روز قیامت آنچنانه که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم بشارت فرموده است: من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطات بنا الله له قصرا فی الجنه. هر کسی برای خدا مسجد می سازد یا در ساختمان مسجد شرکت میکند، اگر چنده که بخورده خانه پرنده، لانه پرنده باشد، در عوض خداوند در جنت المأوا از برای این بنده امر میکند که قصر ساخته شود. پس دعا میکنیم که خداوند در فردوس اعلی، در پهلوی پیغمبران، خاصتا در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم براشو قصرها هدیه کند تا هر روز از صحبت علمای آن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بهره‌ور گردن. آمین یا رب العالمین. با مسلمان گفت جان در کف بینه، آنچه از حاجت فزون داری بده. آفریدی دین آیین دیگر، اندک با نور قرآنش نگر. از بم و زیر حیات آگه شوی، حمزی تقدیر نجات آگه شوی. چند تا با تمدن بیگانه ها چنگ میزنی؟ و خدا برای تو قرآن نازل کرده است، قرآنی که در مدت 1400 سال با وجود سعی تلاش های زیاد یک کافر، یک دشمن خدا نتوانست که حرف از او را عوض کند. قرآنی که در مدت 1400 سال اگر چند خداوند به مبارزه دعوت کرده سی به سعادت را، کسی نتوانست که به یک آیه آن جواب گوید. پس تو چرا قرآن گذاشته چند با تمدن بیگانگان میزنی؟ وقتی این خیل کتابی بزرگ داریم، وقتی این قدر سربلندی داریم، برای ما مسلمان ها عیب است که از خدا، از کتاب خدا به بهره باشیم. یکی از سبب های آن که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم آخران پیغمبر خداست، اگر دلایل عقلانی جستجو کنیم، آن است که بعد نزول قرآن دیگر احتیاج به احیاگران شریعت نمیماند. زمانهای پیش وقتی که یک رسول با شریعتی نو می اومد، بعدی چند فراموشش میکردن، مردم در کتاب تحریف ها میداختن. از این خاطر خدای تعالی با یک پیغمبر دیگر مبعوث میکرد، نبی را، تا اینکه شریعت پیغمبر پیشینه را زنده سازد. اما با مجرد نزول اسلام دیگر انسانیت در حد اعلای ترقیاتش رسید. یعنی این قرآن یک نقشه است برای مسلمان ها، کتاب بکش راهی نجات پیدا کن. از این خاطر همه عالما دیگر کفایت بکنن از برای آنکه مردم هدایت ارشادی سازند، مردم به سوی خدا خوانند،
به سوی خدا دعوت کنن، مشکلاتی که سر مردم میآیند حل فصل کنن. این خیلی قرآن بزرگ است. آفرید دین آیین دیگر، اندک با نور قرآنش نگر. از بم و زیر حیات آگه شوی، همزی تقدیر نجات آگه شوی. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخواهی مسلمانوار زندگی کنی، علاج نداری، موافق همین قرآن باید زندگی کنی. قرآن رو به هیچ وجه صرف نظر نکنی که در اون صورت مسلمان نیستی، تو ایمان نداری. این قرآن یا برای ما حجت می شود یا بر ضد ما حجت. خاصتا قرآنی که در ماه شریف رمضان است. قرآن در غیر نماز خواندن سنت است، اما در داخل نماز قرائت فرض است. در حدیث آمده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید این الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. بیشک شبهه میگوید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ماه شریف رمضان، روزه رمضان و قرآن عظیم شان در پیش پروردگار طلب شفاعت میکنن از بنده. فیقول الصیام ای ربی اینی منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی فیه. اول روزه میخست است، در همون روز قیامت که همه احتیاج دارن، فرزند از پدر و مادرش میگریزد که مبادا ثواب یک نماز از او طلب نکنن. در همین روزی دهشتناک دشوار همه به جان خود بیچاره اول روزه میخیزد که پروردگارا من همی بنده ای ترا از استعمال طعام و از تمام شهوت های دنیوی در روز منع کردم، نگذاشتمش که همی کارو را کنه. فشفعنی فیه، پس پروردگارا مرا شفیع قرار ده، شفاعت مرا در حق این بنده بپذیر. بعدا قرآن که صفت از صفات خداوندی است قائم میشده است، میگه ای ربی اینی منعته النوم باللیل، اینی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. میگه پروردگارا من همی بنده ای ترا به شب از خواب منع کردم، حیصه از شب به بیدار خوابی گذرون، به طاعت و به عبادت گذرون. پس پروردگارا مرا شفیع بگردون از برای همی بنده. حضرت صلی الله علیه و سلم پیامبر صادق مصدوق میفرماید فیشفعان، یعنی شفاعت روزه ماه شریف رمضان و شفاعت کتاب عظیم الشأن قرآن پیش خدا پذیرفته می شوند. خداوند شفاعت اونا را می پذیرد و قبول میکنه. چنین یک ماه بزرگ در ما را کوفته ایستاده است برادران. چه نعمتی بزرگ است که خدای تعالی ما و شما را زنده نگه داشت تا اینکه این ماه بزرگ، ماهی که حقیقتا عظیم است، ماه نزول قرآن است، ماه نزول رحمت رحمان است، ما و شما میسر گشتیم که انشاءالله به جماعت به یک جایگی این ماه روزاش روزه بداریم، شبهاش با قیام لیل احیا سازیم و به رحمت پروردگار بزرگ خیش نائل گردیم. راستی که وقت هم کم مونده است، برادرایی را که از نماز بی بهره هستند، برادرایی را که متاسفانه بسته هوای نفسش دنیوی خود هستند، دعوت میکنم که زینهار و زینهار در ماه شریف رمضان بی ادبی را از حد نگذرانید، روزه رمضان نخرید، هشتالا در سر تو بگیره که خدای بزرگ واقعا غفور است، رحمان است، رحیم است، ستار است، اما در برابر این جبار است، متکبر است، شدید العذاب است، سریع العقاب است. بنده های سرکش و بدبختی را که سرکشی میکنن فرمان خدا را نمیبرن، خاصتا در چنین ماه
در چنین ماه بزرگ به عذابهای سخت مبتلا میگرداند. تاریخ گواه است. بسیار بسیار احتیاط کنید. با بهانه‌های اندک از این ماه صرف نظر نکنید. با بهانه‌های اندک از تلاوت قرآن به شبها از ختم قرآن فرار نکنید. کجا فرار میکنید؟ دویدن گوساله تا کهدانه. 2 روز پس من نحتمه بندم با به همین مسجد میکشن میارند. آن زمان که دیو میشد راهزن، آن زمان یاسین بایست خواندن. وقتی که شیطان رهزنید میکرد، وقتی که وسوسه میکرد که روزه را بخوا، انا او وقت یاسین باید میخوندی. او وقت یک عالم دعوت باید میکردی که نصیحت پندت کنه. وقتی که در سکرات مرگ غرتیدی خاک در سرت، تو عمل نداری، یاسین به تو چی فایده میکنه؟ وقتی که تو روزه ماه شریف رمضان میخوردی، آخر بعدی تو دیگه او خیرات و احسانات به تو چی منفعت میرسونن؟ هیچ. اور الاسلام و قواعد و دین ثلاثه علیهن اسس الاسلام. پیغمبر خدا میفرماید خلاصه دین مبین اسلام، پوسکنده دین مبین اسلام 3 چیز است. 3 پایه بزرگه که اسلام در بالای آنها قامت افراخته است. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر. حلال و دم، هر کسی که یکی از همین 3 پایه را ترک میکند، یکی از اینا را انجام نمیده، او کافر است، خونش هدر است. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم و 3 اصل بیان کرد. شهادت الله اله الا الله، اولش کلمه شهادت. کسی که اهل شهادت نیست، مؤمن نیست، مسلمان نیست، البته کافر است. دومش و صلات المکتوبه، نمازهای فرضی. 5 نماز فرضیه که در ذمه امت محمد صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند فرض گردانده شده است. و صوم رمضان، 3مش روزه ماه شریف رمضان. همین دولت چشتیه را بینید، در ماه شریف رمضان یگان رستورانش کار نمیکنه، یگان طعام خونش کار نمیکنه. عیب شرمندگی نیست. تصور کنه یک مهمان تاجیکستان بیاید، رستوران های پر از دعواگرای اسلام، چایخانه های پر از دعواگرای اسلام، چی اندیشه کنه؟ میگه این دولت دولت خریستیان ها است، دولت نامسلمان ها است. وقتی گفرت کردن که نه الحمدلله 98% این مردم مسلمان هستن، میگه کو اسلام شو، مسلمانی شم کو؟ که نه از خدا شرم بدارن، نه از بندگان خدا شرم بدارن. آشکار دانسته اگر چند خدا از احوال از رفتارشو با خبر است، روزه را میخرن. چندین آدم دیگر را تحریکی به خوردن روزه میکنن. در وجود یا در کجاش اسلام مونده است؟ از همین خاطر برادرای عزیز، این ماه استغفار است، ماه بخشیده شدن گناه ها است. به خود بیایه. مادام که عاقبت کار ما و شما اجل است، از اجل کسی گرفته نمیتونه. همون روزخورای اشدی، حتی همون بدبختایی را که در ماه شریف رمضان شراب مینوشن، اگر سوال شو کنی همونا را که تو مسلمان هستی، میگه الحمدلله. پس مادام دعوای مسلمانی داره، از غضب خدا بترسی. او خدایی که شخص صاحب کار و منصب میکند، در یک لحظه به خاک یکسانش میکند. او خدای بزرگی که شخص صاحب مال و ثروت میکند، قدرت دارد که در یک آن واحد ورشکسته و کسادش کند. او پروردگار بزرگی که تن سالم و جان سالم به بنده عطا میکند، قدرت دارد که در یک لحظه به بیماری های شفا نیابنده مبتلاش بگرداند. پس از غضب خدا بترسه، به خود بیایه برادرای عزیز.
بیاید ماه شریف رمضان را به طوری باید شاید با حرمت احترام با بزرگداشت این ماه به روزهای روزها و به قیام شبها احیا سازیم تا اینکه خداوند متعال گناههای ما را مغفرت کند. خداوند مؤمنوار ما را در روی زمین زنده نگه دارد. در لحظه آخران حیات، در سکرات مرگ که بسیار لحظه مشکل است، خداوند ایمانامون سلب نسازد، با ایمان از دنیا رویم و فردا روز قیامت در حلقه محبان و دوستداران محمد صلی الله علیه و سلم محشور گردیم. آمین یا رب العالمین. انشاءالله باقی مانده صحبت هفته آینده در یک ماه شریف رمضان موضوعمون انشاءالله همین روزه خواهد بود و احکامی رو نوشته است که از شما خواهش میکنیم در حق مادر من و در حق تمام بیماران قریه بالا و تمام بیماران مسلمان دعا کنید که خداوند شفا اشان دهد. بعد در حق دختران تاجیکی در نزد پنجم کورپوس قره‌بالا بگاهی بعد از شام هر روز بازاری دختران تاجیکی میگویند نرخشان از 10 تا 200 سومانی بوده است، دعا کنید که خداوند هدایتشان کند. اولا دعا میکنیم در حق مادر ای برادر و تمام مادران مسلمان و تمام بیماران مسلمان در هر کجایی که باشند، خواه در قریه بالا باشند خواه در خانه هاشون باشند، که خداوند براشون شفای کامل عاجل عطا فرما به حرمت این ماه بزرگ، به حرمت این روزی بزرگ. بعدا دعا میکنیم که پروردگار رو از این خجالت شرمندگی بارا نجات ده. مسلمان برادر مسلمان است، زنی که دعوای مسلمانی میکند برای دیگر مسلمانان خواهر است. بیننگی و بیناموسی ما تا به حد رسیده است که واقعا ببینید دختری تاجیک تا کدام درجه را شرمنده و روسیاه گشته است. حقیقتا برادر راست میگه. دعا میکنیم که پروردگار رو اولا هدایتشون کن، خداوند رو مبتلا شکن به یگان بلایی که توبه کنن نجات یابن. اما اگر به علم قدیمت میدونه که اینا هدایت نمیابن، پروردگار را قیران شونه ببرار تا اینکه ملت مسلمان تاجیک و دیگر مسلمانان از شر و شور ایشان و از فتنه و فساد ایشان و از شرمندگی و خجالت زدگی نجات بیابند. خب یک برادر گفته است که این سوال بوده است، سوال بعد انشاءالله هفته سوال جواب میکنیم در موضوع همین ماه شریف رمضان با جواب میگیم. خب یک برادر گفته است در حق پدرم نامش صابرخان است، دعا کنید و ببینید برادر مؤمنه که غمخوری تمام مسلمانان است، میگه در حق تمام برادرای و پدرای مسلمان دعا کنید. دعا میکنیم که خداوند عاقبت کار ما مسلمانان را به خیر انجام ده و جمیع مراد و مقصودامون را حاصل گردان و ایمان را که بزرگترین نعمتی تو در این دنیاست، خداوند ایمانامون را قوی گردان. خب یک برادر نوشته است که من 4-5 سال اخیر در این مسجد نماز میخوانم. خب من و با همراهی یک همصنف دیگران برای تحصیل به فدراسیون روسیه می رویم. برای همین در حق ما و در حق تمام دانشجویان مسلمان دعا کنید تا اینکه ما علم صحیح خود را اعلا آموخته اول در دین اسلام و ثانیاً به وطن خود خدمت شایسته کنیم. خوشا به حالت برادری مسلمان. انشاءالله امید خیر نیمی دولت است و خوب سفر ما تا جمعه آینده انشاءالله می باشد و گوید که اگر خونده نتونستم کلمت برادر با نماز عید و جمعه جواب ندهند، اگر ما رو با نماز عید و جمعه جواب ندهند چیکار کنیم؟ اگر از درس که جواب تو ندادن برادرای عزیز، برای شما معاف هستید انشاءالله، برای شما هیچ عیبی نیست، هیچ گناهی نمیگیرید، اما علم از خود کنید که ما احتیاج به متخصصا داریم و دعا میکنیم که پروردگار تمام طالب علم ها را خواه علم دینی می آموخته باشند خواه علم دنیوی
پروردگار رو اولا صاحب علم و فراست، صاحب عقل و دانش گرداند و بعدا خداوند مساعدت فرماید که همیشه دوستدار و محب اسلام و وطن خود شده و خدمت خود رو بی‌دریغ از برای ملت خود، از برای خلق خود انجام دهند.